الهام سلام، منو میبینی؟ نه نازلی شاید دوربینت اونوری باشه عزیزم. آره مرسی. آره. سلام. سلام، خوبی؟ مرسی، تو خوبی؟ قربانت. خسته نباشی. مرسی عزیزم. چه خبر با قرنطینه، چه میکنی؟ من خیلی بهم سخت نمیگذره، برای اینکه میدونی من همیشه تو خونه بودم. ولی خب آره، سختیش اینه که اون موقع استراحتی که میتونی بیای بیرون دوستاتو ببینی دیگه وجود نداره. کافه رفتن وجود نداره. حالا ایشالله درست میشه. ایشالله ایشالله. باشه. ایشالله. نازلی جان، میخوای یه کمی صبر کنیم بچه ها بیان بعد شروع کنیم؟ آره حتما. میخوای یه کمی یواش یواش شروع کن در مورد کلیت کارهایی که، چون هیته کارهایی که میکنی خیلی گسترده است. آره من اینستالیشن. ببین در واقع من همه کار میکنم، یعنی هر کاری که از دستم بر بیاد انجام میدم. خیلی هم خودم رو محدود به یک مدیا نمی کنم که مثلا بگم من عکاسم، عکاسی خوندم پس فقط حتما باید تو همین شاخه برم. نه خیلی نیستش. اول چرا خیلی این قضیه رو، یعنی زمانی که تازه دانشگاه قبول شدم و بعدش من ورودی 75 هستم، دانشگاه آزاد. اون موقع خیلی همه چی مرزبندی بود، عکاسی، نقاشی، گرافیک خیلی هم تو کار همدیگه وارد نمی شدن. منم اون موقع میگفتم من عکاسم، گرچه که مثلا خب از زمان در واقع خیلی بچگی ها من خیلی کارهای دیگه میکردم به جز عکاسی. من مثلا عکاسی رو دقیقا با دانشگاه شروع کردم. قبل از اون هیچی از عکاسی نمیدونستم و کار نکرده بودم. فقط همون دوربینای کامپکتی که بود و همون عکسای خانوادگی و در این حد. ولی بعد از اونم تا یه مدتی فقط روی عکاسی متمرکز بودم و نمایشگاه عکاسی حالا انفرادی، گروهی، اینا همه چی میذاشتم، تا اینی که به یک جایی رسید که حس کردم خیلی شاید چیزی رو که میخوام بگم از توانایی من خارجه که فقط محدودش بکنم به عکاسی. نمیتونستم که خیلی از تفکراتم رو فقط با عکاسی مثلا بیارم جلو، حالا در توانایی من نبود. برای همین شروع کردم خیلی کارهای دیگه در کنارش کردم. مثلا من کار اینستالیشن کردم که هم عکس محور بوده، یعنی اینکه بیس کارم عکس بوده، هم نه اصلا یه چیز خیلی بی ربط که هیچ ربطی هم مثلا فرضاً به عکاسی نداشته، با پارچه های استتار که مال جنگ هستش و پولک و منجوق و حالا یه سری فشنگ و در واقع پوکه های فشنگ و اینا، یه سری اینستالیشن ها انجام دادم تقریبا از سال 2014 فکر کنم میشه. 2014 مثلا 6 سال پیش تقریبا 93 94 اینطورا کار اینستالیشن هم کردم. ولی در کنارش مجموعه های عکسم رو هم پیش بردم، اومدم جلو. ببین یه چیزی بیشتر در زمینه صلح و ضد جنگ و این، درسته؟ آره. یه مجموعه اینستالیشن دارم من که در واقع چیزی که از اول شروع کردیم من بودم و به همراه سمیرا داورفرا که ما دوتا یه کار مشترک با هم دیگه انجام دادیم و بعد من به تنهایی مجموعه رو پیش بردم. در واقع استفاده از ابزار و المانهای جنگی با تغییرشون در دکوراسیون خونه به نحوی که اون احساس خشونت و اون احساس بدی جنگ رو از بین ببره، یعنی در راستای صلح باشه این در واقع مجموعه. و چیزی که از اول تو ذهن من بود این بودش که فرض بکنیم که یک خانومی در یک منطقه جنگی که هیچ سواد آکادمیکی نداره، برای اینی که در واقع اون زندگیش رو
ببخشید اون زندگیش رو، اون فشار روانی که از خرابی و جنگ و در واقع زشتیای جنگ توی محیط زندگیش، توی محیط بیرونش وجود داره، از بین ببره، از چیزهایی که باقی مونده در محیط. مثلا فرض کن در خونه میاد بیرون، چه میدونم یه عالمه پوک فشنگ میبینه یا همون پرده استتار رو میبینه، روی اون کار بکنه و اون رو بیاره توی خونهش، از اون در واقع کاربردش رو عوض بکنه. نه اینکه بگم جنگ زیباست، در واقع کاربرد اون لوازم رو عوض بکنه که من شروع کردم. به عبارتی میتونیم بگیم اون جنگ که وارد زندگی ما شده بدون اجازه، تو اون باقی مونده ها و اون تکه های جنگ که اومده زندگی ما رو از بین برده، اون رو برداشتی و دقیقا اون وارد زندگی ما شده. یعنی بعد خودش قبلا بعد زندگی ما شده، تو برداشتی مثلا این حالت یه جور هم میتونه هنر یه جور اعتراضی باشه که همون، یعنی انگار تکه های زندگی ما اومده وصل شده، یعنی گلا اومدن وسط پوکه ها یا مونجه ها اومدن وسط پرده استتار. دقیقا. ببین مثلا اون چیدمانی که من تو پوکه های فشنگ دارم که گل هستش و اینا گلای ناز آفتابی هست که با آفتاب در واقع اینا باز میشه، این برای خود من این بوده که زندگی ما بعد از جنگ ادامه داره، نباید بمونیم و اینی که جنگ میتونه این ابزار جنگی میتونه جنگ نباشه، میتونه در واقع کاربردش عوض بشه، بیاد زندگی ببخشه. الان یه سری پوکه واقعا وجود داره در دنیا که اینا رو میکارن، نه حالا پوکه جنگی منظورم چیزی مثلا فرض کن ته مداده یا شبیه پوکه میکاری و گل میده. در واقع اعتراض من هستش به جنگ که آقا بیاین زیبایی درست کنیم، چرا اینقدر زشتی وجود داره. حالا برای اینکه ما اصلا بحثمون عکاسی هستش، خیلی روی این اینستالیشن ها در واقع چیز نکنیم، مکس نکنیم، من خیلی سریع ازش رد بشم که این کارا رو کردم در واقع همزمان با عکاسی. ولی چیزی که خیلی توی کارهای من مشهود هستش، استفاده از عکس‌های آلبوم‌های خانوادگیه. اینم 2 تا دلیل داره که چرا اصلا من رفتم سراغ این قضیه. اولین دلیلش این بود که من خیلی آدم تو خودیم، یعنی من خیلی اهل اجتماع نیستم، خیلی درون، البته نه با دوستام، و منظورم اینه که برای کار کردن خیلی سختمه، از خونه بیرون رفتن، ارتباط کاری گرفتن سخته. برای همین خیلی توی خودم اون زمانی که شروع کردم توی خونه خودمون میگشتم، به خاطر اینکه اول خونه ما خیلی هم دور از شهر بود. من 26 سال توی یک باغی توی کرج خارج از شهر زندگی میکردم، خیلی دور بودیم. برای اینکه من سر خودم رو گرم بکنم و اینکه در واقع کار بکنم، یعنی خیلی چیز نباشم، مسکوت نباشم و اینا، میگشتم دنبال اینکه سوژه پیدا کنم. یکی از علایق من تو زندگیم همیشه عکس بوده. یعنی من خیلی با عکس، حالا یه جورایی مثلا نمیدونم چجوری باید بگم، مثلا خیلی عشقم بوده. مثلا اون شی دیگه، یعنی اون عکس چاپ شده، حالا عکس خاطرات در واقع خاطراته. یعنی من جمع‌آوری خاطرات به هر چیزی، به هر شکلی بر من خیلی اهمیت داره. حالا این عکس خیلی عینی‌تره در واقع، برای اینکه یه جورایی هم خود من حالا تو عکس‌ها بودم، یه جورایی خانوادم، گذشته‌ها، نمیدونم اجداد و اینا، خب من توی آلبوم‌ها گشتم و این قضیه، این که من خیلی با عکس‌ها هم، یعنی در واقع با خاطرات هم خیلی حس نوستالژیکی دارم، باعث شد که من اولین مجموعه‌ای که اصلا با عکس، یعنی در واقع کار کردن با عکس شروع کردم، سال 84 بود که من یه سری عکس‌های آلبوم‌های خانوادگی خودمون رو
در واقع اینا رو آوردم. اون موقع هنوز دوربین دیجیتال نبود. من اینا رو اسکن کپی لیزری کردم، سیاه‌وسفید. اینا رو گذاشتم توی آب، در چندین مرحله اینا یخ بسته، یا آوردم آب جوش ریختم، شکست، نمیدونم ترک خورد و اینا، و دوباره از اونا عکاسی کردم. یعنی از همون قالب‌های یخی که توش اون پرینت ها بود عکاسی کردم، و اولین مجموعه ای که با عکس کار کردم این بود. حالا قبلا مجموعه های دیگه داشتم که نمایشگاه هم گذاشته بودم، اسم نوستالژی. و این خیلی خوب موفق بود. یعنی هنوز که هنوزه، بعد از این همه سال خیلی جاها هنوز مجموعه نوستالژی منو برای نمایشگاه میخوان. خیلی مجموعه خوب دیده شد. اون مجموعت خیلی خوب دیده آره شد. هم خیلی خوب دیده شد، هم بود. بله. این یه چیزی که خیلی جالب بود و من دوست داشتم این بودش که دقیقا همون حسی که من با عکس ها برقرار کردم، بیننده ما هم در واقع بیننده عکسای من هم همون حس من رو گرفتن ازش. من اگه موافق باشی در مورد این من یه صحبتی با هم بکنیم بعدش، تو کاراتو توضیح بده که چرا این ارتباط برقرار شد. ببین اصلا کلا الهام، مسئله اینه که تو تمام عکس‌های من، تو تمام مجموعه های من، این حس دلتنگی من برای گذشته، برای خاطرات، تو همه مجموعه های من یه جوری وجود داره. یعنی فقط مختصر نیست. حالا یه جایی گذاشتم مثلا این عکس یخ زده، یه جای دیگه یه جوری دیگه نشوندم که حالا میایم جلوتر. ولی خب مجموعه خوبی بود. یه چند سالی من توقف داشتم به دلیل حالا مسائل مالی اینا، ولی باز که دوباره شروع کردم، همه ببین یه چیزی حالا پرانتز واز میشه این وسط. من تقریبا تمام مجموعه هایی که کار کردم یه جورایی درون خودم بوده. حالا یا اینکه تجربه شخصیم بوده، یا حسی که مثلا من داشتم به اون حالا چی میگن مجموعه، یا اون در واقع سوژه، حسی که داشتم، یا تفکر یا اعتقادم بوده. مثلا توی مجموعه عروس پستی که مربوط به عروسی های دهه 60 هستش، حالا هر کسی که مال اون دهه باشه خیلی یادش ممکنه باشه که اون زمان خیلی از ازدواج ها غیابی صورت می گرفت. الان هم وجود داره، ولی اون موقع یه فرقی که داشت اینجوری بودش که اون زمان نه حالا اسکایپی بود، نه شبکه‌های اجتماعی بود، هیچی. در زمان جنگ خانواده داماد میرفتن، که داماد معمولا خارج از کشور بود، میرفتن یک دختری رو نشون میکردن، بعد غیابی ازدواج میکردن، قشنگ عروسی مفصل میگرفتن. دایی خود من یکی از همین عروسی ها رو داشت. اون سالها بود که اصلا از قبل از انقلاب در واقع خارج از ایران بود. یه همچین ازدواجی داشت که رفتن خواستگاری، عروسی مفصل گرفتن، پای در واقع تلفن. یعنی از اینجا به سختی ما با آمریکا تماس گرفتیم، پای تلفن بله گرفته شد و تمام اینا، و به سختی ویزا گرفت و تا حالا یه جایی رفت ولی برگشت. یعنی خیلی از ازدواج ها اون زمان اینجوری صورت می گرفت. و این که من اینو به صورت یه مجموعه در آوردم. یعنی اون عکسای عروسی دایی خودم اونجا هستم توی چند تا از این عکس‌ها. من عروس پستی، درسته؟ عروس پستی، بله. و اینها رو با تمرهای دهه 60 که اکثرنش در واقع اون المان جنگ توی تمر وجود داره، حالا یا آزادی خرمشهره، یا نمیدونم چند سال اون موقع که 8 سال و چند سال دفاع مقدسه، یعنی تمامش یا یه سری سربازن یا شهیدن یا نمیدونم. اینا همه نقش های تمر بوده که من اینها رو فوتومونتاژ کار کردم. این اولین مجموعه فوتومونتاژ منه. کار کردم و خب اینم باز یک تجربه این مدلی. باز مثلا یه تجربه دیگه ای داشتم که من با عکس کار کردم، بین این دوتا بود، یعنی بین نوستالژی عروس پستی بود. من یه مدت
چند سالی آتلیه عکاسی داشتم اگه یادت باشه و عکاسی عروس میکردم برخلاف میلم چون اصلا دوست نداشتم، ولی حالا درآمدزایی برای ما عکاس. دقیقاً درآمدزایی، یعنی یه موقعی آدم مجبوره. ببین علاقه نداشتم، یعنی به زور من این کار رو انجام ندادم، هیچ وقت علاقه نداشتم، ولی حالا بعد یه جایی خب مثلا یه سری از این عروسای ما جدا شده بودن دیگه و خب یه موقعی رسیدش که مثلا خواستم تعطیل بکنم دیگه، اینجا جمع بکنم آتلیه رو و عکس‌ها رو سوزوندم، برای اینکه اونایی که مثلا مال در واقع به همهشون گفتم بیاین ببریم، ولی چیزی که برای من مونده بود که مثلا حالا فرزندشون عروس داماد میدادم، برای اینکه نمونه دست من اینا رو سوزوندم. موقعی که داشتم میسوزوندم ازشون عکاسی کردم. چرا؟ برای اینکه باز زمانی که من 18 سالم بود، اون موقع خب مسئله این بودش که کسی که عقد میکرد، دختری که عقد میکرد و جدا میشد، خیلی سخت دوباره میتونست ازدواج بکنه، برای اینکه اون انگ ازدواج براش مونده بود. خیلی وقتا اینا رو در واقع مدارک رو از بین میبردن، عکس‌ها رو میسوزوندن، شناسنامه رو عوض میکردن و خب فقط به جز مثلا حالا عروس و داماد و اینا کسی خیلی، یعنی اطرافیان فامیل ها خیلی، فامیل داماد خیلی خبردار نمیشدن که چه اتفاقی افتاده، یا به هر حال برای اینکه یه جورایی دوباره بتونه زندگی بکنه، اون دختر زندگی مجدد داشته باشه، این کارو میکرد. باز من از اینها، این عکسایی که داشتن در واقع میسوزوندن، باز من یه مجموعی عکاسی کردم و اون خیلی نمایش ندادم چون عکسای تلخی بود، فقط یک سال توی گالری هما یه تک عکس ازش گذاشتم ولی تو سایت هم هست. باز اومدم جلوتر، بعد از عروس پستی یه مجموعه‌ای من دارم کار میکنم از سال 95 تا الان، هنوزم نیومده بیرون، یعنی هنوز چون دارم، یعنی عکسه بعد با فتوشاپ یه کارایی روش کردم و دارم میدوزم و این چون خیلی کار بره و زمان بره و من کارهای دیگه هم داشتم، یه همجور داره ادامه پیدا میکنه. حالا این یه پرانتزی که هم تو سایتم نیومده. و اینی که بعد از اون من فکر کنم که 2 تا یا 3 تا مجموعه دیگه داشتم. یکیشون 2 تا مجموعه رو من همزمان با همدیگه پیش بردم. یکی تناسخه، چون باز یکی از چیزایی که من به اعتقاد دارم، یعنی بازگشت روح. اینی که مثلا من خیلی وقتا میبینم که یک کسی برای من خیلی احساس صمیمیت و آشنایی و اینا داره، خب من اینو اعتقاد دارم و اینی که اینو کار کردم به اسم تناسخ. و یکی دیگه هم اینا رو بعد همزمان با هم دیگه بهت میگم چرا این 2 تا رو کار کردم و باز هم نزدیکن به هم دیگه. یکی دیگه هم باز من کار کردم به اسم مرز مبهم وجود. این از اونجایی که باز من خیلی احساس نزدیکی و احساس دلتنگی برای هر چیزی که مربوط به قدیم هست دارم الهام، یعنی من واقعا دلم برای خونه های قدیمی میره. مثلا ما سالها توی خونه‌ای توی میرداماد بودیم که مال پدر بزرگم بود، خودش ساخته بود و خونه قدیمی خیلی، یعنی نه قدیمی منظورم 70-80 ساله نیست، ولی همون مثل آپارتمان الان نبود، حیاط داشت، خونه واقعی بود. دقیقا خونه واقعی بود، حیاط داشت، نمیدونم باغچه داشت، استخر داشت، همه این چیزا. و خب اینو ما از اونجا اومدیم و بعدم کوبیدن و تبدیل به آپارتمان کردن. خیلی برای من این دلتنگی میاره، یعنی حتی من هنوز شبها خواب اون خونه و اینا رو میبینم و این باعث شدش که من همینجور که تو خیابون میرفتم، توی مثلا یه 7-8 سالی ما مامانم بابا انزلی زندگی میکردم، من هر وقت میرفتم اونجا میرفتم این محله های قدیم و خونه های اونجا رو مثلا میدیدم، خیلی هم اونجا خونه ها در حال پوسیدن و از بین رفتن. همیشه فکر میکردم چه آدمایی اینجا زندگی میکردن، الان مثلا اینا چه حسی دارن و بیشتر هم در واقع از
اون خونه، حس اون خونه برام مهم بود که الان مثلا سالهاست این خونه رها شده، تک تک سلول های این خونه دلتنگ مثلا زمان اوجشه، زمانی که یه خونه واقعی بوده، یه عالم آدم توش زندگی میکردن، محبت توش جریان داشته، تولد بوده، عروسی بوده، شادی بوده، یعنی همه این شده بود اونا هم دیگه تو عکسات هست. آره دقیقا متروک این خونه ها و این همیشه هم برای من خیلی بغض داره از بین رفتن این خونه ها، هم خیلی بهش فکر میکنم، یعنی فکر میکنم که عکسای قدیمی رو اینو میخواستم ازت بپرسم، حالا خودت توضیح بده، این عکسایی رو که روی همین خونه ها مونتاژ کردی، این عکس‌ها مال همون منطقه است یا اینکه کلا حالا عکس نه مال اون منطقه نیست. یه باز پرانتز باز کنم، تا یه جایی من از عکسای آلبومای خانوادگی خودم استفاده میکردم. من نزدیک 2 تا صندوقچه خیلی بزرگ عکس دارم که از حالا یه سریش که مال خودمونه، از پدر بزرگ و مادر بزرگ هر دو طرف و اینا همه رسیده به من. تا یه جایی من از آلبومای شخصی خودم استفاده میکردم برای مجموعه ها، اما از یه جایی از بقیه هم خواستم که به من عکس هایی بدن که اون حس و حال رو به من انتقال میده. یعنی به نظر من همه ما یک در واقع روح‌های آشنا هستیم، نمیتونم بگم من با اون غریبم یا با اون غریبم، همه ما یه جوری واحدیم. برای همین عکسای دیگران هم خواستم ازشون که تو مجموعه ها استفاده بکنم. الان این مجموعه همین خونه ها حس مبهم وجود هم عکسای آلبوم خودمه، هم از آقای استفانیان. عافیت باشه، کرونا که نداری. آلرژی فصلی دارم، خیلی اذیتم. منم همینطورم. هم از آقای استفانیان من گرفتم عکس، هم از فکر کنم 2-3 نفر دیگه من عکس گرفتم برای این مجموعه. نه نیستش، یعنی مربوط به اون مناطق. عکسای خانوادگی آرمان استفانیان رو شما گرفتی؟ عکسای ببین آرمانم رو عکسای قدیمی کار میکنه. از مجموعه‌اش تو یه تعدادی دار. بله، آرمان یک آرشیو خیلی 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 بزرگ از عکسای قدیمی داره از زمان قاجار به این ور که البته همه رو به من نمیده نداده، یه سریاشو داده، ولی منظورم اینه که از یک جای دیگه حس کردم فقط آلبومای خودم، عکسای خودم خیلی بسنده نمیکنه به مجموعه ها، یعنی نیاز پیدا کردم برای اینکه اون خونه غریبه است. مثلا خونه‌ای که من پیدا کردم فرضاً تو خیابون فلسطین، خونه قدیمی متروکه غریبه است. خب یک عکس آدم غریبه، این آدم میتونه توی این خونه زندگی کرده باشه. اینا رو من با هم دیگه در واقع مونتاژ کردم و عکسای مجموعه همین تناسخ هم به همین صورت. این مسئله اینه که الهام من خیلی تو عکسای قدیمی دنبال خودم میگردم، دنبال اینی که واقعا کی بود، کی هستم الان، با چه گذشته‌ای. همه ماها الان داریم زندگی میکنیم، یه جوری انگار الان هم خودمون رو گم کردیم. یعنی من خودم رو دارم میگم، حس میکنم که الان در یه زمانه خیلی بی‌هویت دارم زندگی میکنم. هیچ چیزی انگار اصیل نیست، نه خونه ها اصالت دارن، نه رفتار یه سری آدما واقعا نشون دهنده اصالته. هیچ چیزی به نظر من واقعی نیست، همه چی غیر واقعی الان در حال حاضر و خیلی دلتنگ قدیمم. یعنی من همش فکر میکنم که من خیلی دیر دنیا آمدم، خیلی دلم میخواست که مثلا واقعا حداقل 60 سال پیش دنیا میومدم، تو اون دوران با تمام کمبودهایی که اون موقع داشت. یعنی خب قطعا رفاه و آرامش و تکنولوژی و هیچ کدوم اینا اون زمان نبود، ولی من واقعا حس میکنم که اگر هم زیستم در 60 سال پیش
من 45 سالم، قطعا 60 سال پیش فکر نکنم، مثلا شاید 100 سال پیش زیستم. من دلم برای اون 100 سال پیش تنگه، برای حالا هوای اون تنگه، برای اینکه فکر میکنم ریشم اونجا جا گذاشتم. اینی هم که الان دارم روی عکس‌های قدیمی کار میکنم، فکر میکنم به خاطر همینه، برای اینکه ریشم رو پیدا کنم. حالا ریشه من منظور این نیستش که بگردم ببینم مثلا مادر بزرگم چی و سلطنه بوده، یا مثلا پدر بزرگم پسر فلان مثلا آدم معروف بوده. منظور این نیستش. منظور در واقع حس انسانیت اون زمانه، نه اینکه الان وجود نداره، ولی نمیدونم اصلا چه جوری میتونم اینو توضیح بدم که کاملا حس منو درک متوجهم. آره نازلی، آخه یه چیزی بگم کوتاه، من حالا خیلی نرم سر دیگه وقت بخوام داستانی از خودم باز کنم، ولی من چون پایان‌نامه کارشناسی ارشدم و یه جور عکسای خانوادگی کار کردم، یعنی کار پژوهشی بود البته، چون من پژوهشخانه فوق لیسانسم همین دانشگاه آزاد، ولی خیلی مباحث خیلی جالبی پیدا کردم و اینکه فهمیدم اون موقع که چقدر مؤسسات خارجی، حالا خیلی جاها وجود داره که عکسای خانوادگی رو آرشیو میکنن، روشون کار میکنن، روشون بررسی میکنن و خیلی خیلی اصلا عکس خانوادگی خودش یه ژانریه دیگه، خودت میدونی توی عکاسی. و اینکه خیلی جالب اینا پژوهش و خیلی منبع تاریخی خوبی میتونه باشه عکس‌های خانوادگی. و اصلا موضوعی که من کار کردم بررسی این، یعنی یک جورایی به دهه، توی 3 دهه من اومدم عکس‌های خانوادگی رو مثلا از یه جامعه آماری خواستم که در مورد عکس‌های خانوادگیشون بیان بنویسن، یعنی اون چیزی رو که عکس با دیدن عکس برمیانگیزه توی اونها، اون رو یادداشت کنن و به من بدن و اونها رو بررسی کردم. و خیلی جالب بودش که همه یه سری، چون دانشگاه اون موقع یه جورایی به من میگفت خب اینا خیلیشون مال دهه 60 بودن، یعنی هم نسلای خودمون دیگه. بعد اینا مثلا دانشگاه به من میگفت بخشایی که یه جایی اومده بود مثلا در مورد جنگ و اینا، خب زیاد بود، بچه‌ای بودن که مثلا یکی چه می‌دونم توی جنگ تو اهواز بزرگ شده و اون عکس اصلا عکس از مدرسه گفت فرستاده بود که مثلا اینا چیز چیده بودن، عکسایی که تو مدرسه با هم گرفتن، اون دوره میگرفتیم سنگر جنگی. آره یا مثلا پسر بچه‌ای که تو مدرسه تنبیه بدنی میشدن، خاطره این از عکس، اون خاطره اون زخمه، اون یه جورایی خاطرات تروماتیک، یعنی اصولا خاطرات تروماتیک خاطراتیه که یعنی تروماتیک یه چیزیه که برای تو یک دردی همراه داره، دردی که با یک رنج جسمی همراهه، یعنی اینکه تو انگار یک درد عمیقی، یعنی که هم جسم تو هم درگیر میشه، دچار خش و مثلا درد و یه عذابی چیزی میشه. اون خاطرات تروماتیک خیلی جالب بود که 1% از مثلا کسانی که جزء جامعه آماری بودن اومده بودن و اینکه من چون خیلی اون موقع حالا می اومدم بررسی میکردم، اون موقع بعد از من یه فکر میکنم الان خاطرم نمیاد اسمشو دقیقاً، اون خانساری بود یا یک کس دیگه بودش، نه اون خانساری فکر کنم یه پایان‌نامه دیگه. و بعد از من یه نفری اومد، من چون پایان‌نامه‌ام یکم طول کشید چون بچه دار شده بودم، ولی بعد از منم یه نفر دیگه باز اومد عکس خانوادگی کار، ولی اون موقع من داشتم چون دنبال منابع میگشتم، هیچ منبع و هیچ چیز کار نشده بود. خیلی من به سختی کار کردم روی، چون مقالات خارجی هم اون موقع دانشگاه هنر مثلا داشت، من دانشگاه هنر دسترسی نداشتم که بتونم مقاله خارجی پیدا کردم، خیلی به سختی من مقاله پیدا می‌کردم، خلاصه مقاله پیدا می‌کردم. و دقیقاً چیزی که متوجه شدم کلیتش، حالا من خیلی صحبت نکنم، اینکه عکس، حالا از کتابا، از نوشته، از اون مقالات، عکس برانگیزنده خاطرات هستش. خب حالا این خاطرات میتونه خاطرات جمعی باشه، یعنی یک عکسی من پیدا کردم، یعنی که تو از یک عکس که مثلا یه عکس مال آشویتسه، یه عکس خیلی معروفی هستش که پدر یکی از مثلا یه آرتیستی چیزی که حالت فکر میکنم انیمیشن کار میکنه، پدر یکی از یه آرتیست یه چیز داخل این عکس هست و از اون عکس، اون خب توی آلبوم خانوادگیشون اون حالا اون عکس رو دارن دیگه، و از اون عکس اون خاطره آشویتس بیرون اومده بود.
یعنی که تو میتونی خاطرات جمعی برانگیخته بشه از عکسایی که شما میبینی و عکسای خانوادگی بنابراین خیلی آرشیو ها و منابع خوبی هستن، چه خاطرات حالا شخصی، چون ما توی عکس خانوادگی یک دسته‌بندی داریم، اونم عکسای خانوادگی هستش که مثلا من و مادرم و مثلا به حالا خواهر و برادر اینا یک سری عکسای خانوادگی عکسای شخصی هستن، یعنی عکس خاطرات اصلا عکس خانوادگی عکس شخصی بهشون گفته میشه که مثلا تو توی فضاهای مثلا خاصی گروه‌های مختلف اجتماعی که توشون عضو بودی، توی مدرسه، توی کلوب، توی هر جایی، اون عکس‌های خانوادگی اونها عکس‌های شخصی هستن. خب چون گروه مختلفی که عکس خانوادگی یک عکس شخصی و خب اینها همه میتونن کلی خاطرات رو برانگیزن و خاطرات جمعی رو میتونن حتی برانگیزن. خیلی خیلی گسترده است و خیلی توی دنیا داره روی این مبحث کار میشه، چون آرشیو دارن، به شدت آرشیوهای خوبی دارن، اصلا آرشیوهای خانوادگی دارن روش دارن کار میکنن. متاسفانه ما اینجا نداریم، یا اون چیزایی که اگر باشه در دسترس عموم نمیتونه یا دانشجو نمیتونه قرار بگیره حالا به هر شکلی، یعنی چیز مدون و آرشیو بندی درست ما شاید نشیم یا اینکه دسترسی بهش خیلی سخت میشه برای عموم. و حالا اینی که گفتی تو برمیانگیزه یا تو اونو میبینی احساس میکنی، دقیقا خیلی وقتا عکسای دهه 60 که من نگاه کردم بچه‌ها نوشته بودن هم نسل خودم، دقیقا میدم این انگار این حسا خیلیاش مشترکه. درسته؟ دقیقاً آره. چیزایی که ما توی اون دوره گشتیم یکیش جنگ بود، یکیش مثلا سختی ها، یکیش حالا خیلی از چیزا بود، یا مثلا مهمونیایی که خیلی ساده بود ولی در عین حال لذت بخش بود به خاطر اون برهه زمانی. خیلی چیزای جالبی از این عکس‌ها در می اومد و خب این که تو میگی حس مشترک پیدا کنی این طبیعیه، یعنی برای اینکه ما از این عکس‌ها خیلی چیزها میتونیم استخراج کنیم و منابع خیلی خوبی هستن. حالا برای من خیلی زیاده گویی کردم، شرمنده. اختیار داری. ببین اصلا حالا مثلا در مورد این خونه هایی که من عکاسی کردم که آزاده بهکیش هم در واقع یک مجموعه داره و در واقع عکس جمع میکنه. آزاده که پروژه گذاشته بود. ولی من 200 سال دیگه اگر اینکه از کرونا جون سالم به در ببریم و نسلی باقی بمونه، اصلا این عکس‌ها میتونه خیلی برای خیلی عجیب باشه که چه خونه هایی وجود داشته، به خاطر که الان هی خونه ها داره کوچیک میشه. اصلا الان که میشه پروژه که آزاده کار کرده، خیلی از این خونه هایی که عکاسی کرده رو خراب کردن در عرض این 2 سال. همین الان این اتفاق داره میفته. اصلا ببین این جزء تاریخه، یا من خودم چون این مجموعه رو خیلی دوستش دارم، حالا چه عکسای خودم و چه عکسای آزاده رو، چه کسایی که توی پیج آزاده عکس میذارن از خونه های متروکه، من خیلی اینا رو دوست دارم و همیشه خیلی حرفش بدیه ولی لعنت میفرستم به اونایی که خونه های قدیمی رو میکوبن و جاش برج میسازن. من مثلا اینجایی که من الان هستم، زمانی که من 15 سال پیش اومدم اینجا زندگی کنم، کوچه‌مون همه خونه های قدیمی بود ولی الان همه کوبیدن و ساختمون رفته بالا و من هر روز قصه دارتر میشم به این دلیل، به خاطر اینکه حس میکنم که زندگی از بین داره میره یا همه چی داره ماشینی میشه و من اینو خب دوست ندارم. به شخصه من این زندگی ماشینی رو خیلی دوست ندارم که همین نگاه تو باعث میشه که تو بری سراغ این مجموعه و خلق یه همچین مجموعه هایی. درسته؟ آره اصلا الهام یه جورایی من زندگی خودم هم همینه، یعنی من جدا از کارهام نیستم. کسی اگر اینکه با من مثلا معاشرت داشته باشه، تمام کسایی که معاشرت دارن میدونن که خود من هم اصلا یه همچین آدمی هستم که خیلی وابسته به گذشتم. من مثلا خاطراتی رو از 3 سالگیم یادم میاد که همه به من میگن تو چجوری این یادت بود؟ ممکن ما دیروز و پریروز هم مثلا یادم بره، ولی چون خیلی وابسته به گذشتم برای همین کارهام هم در همین راستاست. حالا حداقل میتونم بگم تو این چند سال اخیر این بوده، من اصلا نمیدونم که در آینده چه کاری میخوام انجام بدم، ولی در این چند سالی که گذشته همه کارهای من همینطوری با شخصیت
واقعی خودم و با حس درونی خودم یکی بوده. حالا قطعا آدم عوض میشه و کارش هم عوض میشه. ممکنه که من دیگه از یه جایی به بعد فکر کنم که دیگه نمیخوام رو عکسای قدیمی کار بکنم. کمان که مثلا یه مجموعه من دارم مال سال فکر میکنم 2011 باشه که من روی پاهای خودم عکس بچگی های خودم رو چیز کردم، ویدیو پروژکشن کردم، دوربین کاشتم و عکس گرفتم. این در واقع یک استیتمنتی داره که از مال پل والری هستش که میگه راه رفتن به خاطر آوردنه. کسی که راه میره به خاطر میاره و اگر این اتفاق نیفته حتما زمین میخوره. و چیزی که به خاطر ما حالا من دقیقا این جمله های اونو الان حضور ذهن ندارم که بگم، من به طور کلی دارم مضمونش رو میگم، توی سایت هم هست و توی که در واقع بگردن بچه ها این جملهش هم هستش که این خاطره ناخودآگاهه که به یاد میاد همزمان با قدم برداشتن. یعنی هر چقدر تو جلو داری میری این گذشته تو هم همراهت داره میاد و داری اینا رو هی مرور میکنی. زمانی که دست از مرور کردن برداری زمین میخوری و همونجا استاپ میکنی. برای همین فعلا من در مرحله هستم که انگار هنوز دارم مرور خاطرات میکنم، هنوز دارم میگردم دنبال خودم، هنوز دنبال ریشم، دنبال اصلم، دنبال خانواده‌ام، دنبال همه اینا میگردم. یه زمانی ممکنه این تغییر بکنه ولی حالا فعلا همینجوری. الان بازی پروژه جدید دیگه البته دارم کار میکنم که به آلبوم خانوادگی واقعا ربط نداره ولی باز هم با عکسه. یعنی من از همه خواستم که برای پروژم هر کسی که دوست داره توی پروژه من باشه و اجازه میده من از عکسش استفاده کنم، عکسای پرسونلی، حالا حتما لازم نیستش که عکس پرسونلی آتلیه 6x4 باشه ولی برای خانوم ها خیلی بهتر این که حجابشون باشه، نه حالا حجاب خیلی سفت و سخت ولی یک حجابی داشته باشن و عکس پرسونلی، عکس شخصی تک نفر، پورتریت تک نفرشون رو هر کسی دوست داره برای من بفرسته. ولی باز هم با عکس دارم کار میکنم. یعنی باز هم این عکس در واقع متریال اصلی کار من هستش. آره. در مورد اون فوتو اینستالیشن تو گالری اعتماد بود، کجا بود؟ اون در مورد صحبت. ببین یک اینستالیشنی من توی گالری اعتماد اجرا کردم. یک چیدمانی داشتم که یه سری عکس سربازهایی که باز هم این مال عکس قدیمی آلبوم خانوادگی خودمون بود اکثرش، البته باز آقای استفانی هم یه چند تایی فکر کنم 7-8 تا گرفتم ولی عکسای قدیمی، حالا سرباز بود، افسر بود، نمیم سرهنگ بود، هر چی که توی آلبوم من در واقع وجود داشت ولی قدیمی بود. یعنی همه مال اصلا قبل از انقلاب، حتی زمان جنگ جهانی من یه سری عکس دارم چون پدر بزرگ من آلمان دنیا آمده بود و اونجا سربازیشو گذرونده بود و خب یه سری آرشیو عکس داشت که الان رسیده به من، مال اون زمان هستش، دوران سربازیش. اینا رو من روی داری؟ آره آرشیو دارم. نه آره یه آرشیو دارم و واسه یه لحظه ببخشید. من اینا رو روی شیشه پرینت کردم، عکس‌ها رو پرینت کردم و مثل لوستر اینا رو با سیم‌های یعنی مفتول‌های سیمی از سقف آویزون کردم. یعنی یک در واقع پلیت چیز داشت، فلزی داشت به شکل دایره و من مثل لوستر اینا رو آویزون کردم با مفتول‌های سیمی و جنسش هم شیشه بود و هر آن هم ممکن بود که این بشکنه. یعنی با تکون میخورد، یعنی چیز نبود، فیکس نبود، به خاطر اون سیم ها تکون میخورد و ممکن بود بشکنه و من برام اصلا مهم نبود که این بشکنه، به خاطر اینی که بالا
ایده که من داشتم توی اون اینستالیشن این بودش که همه ما، چون یه سری آینه هم اونجا آویزون کرده بودم که میتونستی خودتو تو اون آینه ها ببینی، همه ما ممکن بود جای اون سربازا باشیم. هر آن ممکنه که همه ما بمیریم به هر طریقی، ولی اون کسی که انتخاب کرده شغلش این باشه، شغلش ارتش باشه، شغلش نظامی باشه، انگار چند قدم خودش رو خاص، یعنی به طور ارادی به مرگ نزدیکتر کرده. هر آن برای اون مرگ ممکنه که نزدیک باشه به خاطر اینکه شغلشه. و چرا باید اصلا این باشه؟ چرا اصلا شغلی باید به اسم نظامی وجود داشته باشه؟ در واقع تیتر و اسم این اینستالیشن هم این بود که مگر چند بار به دنیا میاییم که این همه میمیریم. هر روز اینا به مرگ نزدیکن. با هر اتفاقی که بیفته سربازا خط اولن، نمیدونم نظامی ها خط اول اون تیرن، اون حالا خطر هستن. و این در واقع اعتراض بود از نظر من، برای من اعتراض بود که من این اینستالیشن رو کار کردم. دنباله همون کارهای ضد جنگ تو در جهت صلح دیگه. آره. میگم من خودم خیلی محدود نمی کنم به مثلا یک متریال. هر جایی که فکر کنم ممکنه که یه چیزی کمکم بکنه که بگم ایدم رو اجرا بکنم حتما انجام میدم. حالا اینجا ببین، نه عکس‌ها رو من گرفته بودم با که من عکاسم، نه اصلا تابلوی عکس بوده، ولی از عکس استفاده کردم توی اون چیدمان به خاطر اینکه شیشه شکننده است. مثل زندگی من، مثل زندگی تو، مثل هممون مثل شیشه شکننده ایم. حالا با یه تلنگری ممکنه که از این دنیا بریم در واقع، ولی میگم اون مسئله ارتشی بودنه، سرباز بودنه برای من خیلی حس دردناکی بود. یعنی یه جورایی شغلش مرگ هست دیگه در واقع. شغلش مرگه، حالا چه این که بکشه چه این که کشته بشه. حالا من اون قسمت بکشش خیلی مد نظرم نبود، اون قسمت کشته شدنه، یعنی خودش کشته بشه، اون برای من خیلی بیشتر اهمیت داشتش. درسته. در مورد یکم این اگر خواستی ساوند آرتت هم یه توضیح میدی برای ما، چون تو خیلی زمینه کارتون. آره ببین، یک کاری من کردم که باز برای یه نمایشگاهی بود. یه گروهی بودیم که بر اساس یک عکس از اردوگاه آشویتز ما یک گروهی بودیم که کار کردیم. حالا بعدا این گروه اصلا پاشیده شد و یه عده رفتن اون نمایشگاه رو گذاشتن، یه چند تامون موندیم و یعنی بدون خبر موندیم و کارمون در واقع نرفت توی اون نمایشگاه. ولی ما چند نفر بر اساس عکس یعنی اون اتاق گاز اردوگاه آشویتزی، دیواره که یه سری جای در واقع چنگ روی این دیواره هست که توی اینترنت هم بگردین خیلی جزو عکسای معروفه و پیدا میشه. ما بر هر کدوم ما بر اساس اون عکس کار کردیم. مثلا یه کسی ویدیو کار کرده، کسی عکس کار کرده، کسی مثلا من میدونم هوفر حقیقی مثلا یه سری صابون ساخت که خیلی جالب بود ایدهش. حالا دقیق یادم نمیاد که چیزش چی بود، یعنی استیتمنت اون کار چی بود، ولی منظور این بودش که با بدن شما ما صابون میسازیم و خیلی کار جالبی بود. منتها خب کار هوفرم تو نمایشگاه نبود. مال من چیز بود، مال من یک ساوند آرت بود. البته یک مانیتور خیلی کوچیک داره که تصاویر دریا که عکس چند تا عکس اینا تو هم دیگه دیزالو میشه، ولی مهم اون صداه که در واقع صدای جون کندن یک ماهیه. ببین مثلا آدمایی که تو اون اتاق بودن بر اثر گاز خفگی، یعنی نفس نتونستن بکشن. اون ماهی هم که وقتی از آب گرفته میشه اون هم یه جوری خفه میشه، اون هم بر اساس خفگی مرده و کار من صدای جون کندن اون ماهیه بود.
خارج از آب. یعنی ماهی میفته از، حالا ما اینجا صدا رو نمیتونیم تشریح کنیم، ولی ماهی که از آب میفته به تلف میکنه. دقیقاً. و این اگر کسی خواست بره گوش بده توی سایت من هست، حتما هدفون بذاره، چون هدفون مهمه که باشه. صدای آب هم میاد، یعنی صدای آب هم هست و مشخصه که این از آب گرفته شده، این داشته زندگیشو میکرده بنده خدا، مثل آدمایی که داشتن زندگی میکردن، حالا رفتن بردنشون توی در واقع اردوگاه و بعدم اتاق گاز و بر اثر خفگی مرده. اینم چیز بودش، اینم کار ساند آرت من بوده. آره خیلی جالب. ولی خب اینم بیسش باز دوباره یه عکس بوده دیگه، یه عکس باز از عکس تاریخی که مال یه تاریخی خیلی مهم هم هستش. دقیقاً. آره دقیقاً همین کار هستش. ناسلی، فعالیت که تو خیلی داری در مورد این نمایشگاه دکوفو که برگزار میشد، اونم یه توضیحی بده برای ما. ببین سال فکر میکنم 95 بود، 94 یا 95. ما 5 نفر دوست بودیم، من، سارا ساسانی، اعظم شادپور، سمان غلام نژاد و گیتا منتظر. بعد یه دفعه همجور که نشسته بودیم صحبت میکردیم، من خیلی با گوش موبایلم عکس میگرفتم و عکسای خیلی دکوراتیو چیز بود. همینجور صحبت میکردیم، بعد سارا ساسانی پیشنهاد دادش که بیایم یک نمایشگاه اصلا بذاریم و اگه به من گفتش که اگر این عکستو چاپ کرده بودی من حاضر بودم ازت بخرم، مثلا یکی از عکسای منو. بعد نشستیم صحبت کردیم که خب چه اشکال داره، قطع کوچیکه داریم با دوربین گوشیمون عکاسی میکنیم، قطعا نمیتونه خیلی عکسای بزرگ باشه، خب چه اشکال داره یه سری اصلا عکس دکوراتیو داشت هممون حتما تو گوشیامون داره و اینو درست کنیم. اون زمان تو خونه من ما یک نمایشگاه گذاشتیم 3 روزه به اسم عکس فروشی. خیلی نمایشگاه خوبی بود، خیلی خیلی جذاب بود و خیلی موفق بود اون نمایشگاه، به خاطر اینکه اون حس و حال خونه بودنه توی عکس‌ها خیلی تاثیر گذاشته بود. یعنی هر کسی که می اومد، چون ما چیز پوستر در واقع چاپ کردیم، فقط از آدمای غریبه یعنی از آدمای آشنا دعوت نکردیم، غریبه ها هم بودن اینجا. پوسترها رو در سطح شهر مثلا ما پخش کردیم و دعوت کردیم، فکر می‌کنم 3 روز بود و خیلی استقبال شد. هر کی هم میومد دلش نمیخواست بره، اون حس و حالی که این خونه بود دوست نداشت که بره. خیلی نمایشگاه خوبی بود. بعد 1 سال بعدش، 2 سال بعدش، میگم دقیقا الان من سال خیلی یادم نیستش که، ولی به فاصله 1-2 سال بعدش من و سارا فکر کردیم که خب این تجربه رو دوباره ما داشته باشیم، حالا تو خونه نباشه، بیا توی گالری و اینی که با آدمای بیشتری ما کار بکنیم، حتی آدمایی که لزوما عکاس نیستن. یعنی ما توی گروهمون نویسنده داشتیم، توی گروه مثلا نقاش داشتیم، شاعر داشتیم، فیلمساز داشتیم و از همهشون خواهش کردیم که مثلا هر کسی 10 تا عکس دکوراتیو، چیزی که قطعا گالری‌ها خیلی در واقع استقبال نمی‌کنن که یه همچین عکسایی رو بذارن، نه به خاطر اینکه کیفیتش پایینه، به خاطر اینکه سیاستشون نیست. یعنی الان سیاست گالری‌ها رفته سمت آرت و اینا، ولی در واقع یه چیزی که ما فکر کرده بودیم این بودش که ما بیایم آدما رو آشتی بدیم با اینی که عکس خریداری بکنن، به خاطر اینکه آدما نمیدونن میتونن که عکس هم بزنن دیوار خونهشون، فکر میکنن عکس خیلی شخصیه، در صورتی که الان عکس اثر هنریه. و اینی که ما فکر کردیم که حالا بیایم بگیم میتونین شما نقاشی نزنین، میتونین تابلو فرش نزنین، یه جورایی با مثلا قیمت خیلی پایین، چون واقعا خیلی ارزون بود اون موقع عکس‌ها، سایزش هم کوچیک بود و مثلا میتونستن با یه مبلغ خیلی کم 3 تا 4 تا، یعنی یک مجموعه 3 تا 4 تایی عکس تهیه بکنن و بزنن به دیواراشون. و خوبی هم بود به نظر من.
عکسای خیلی خوبی توش بود، یعنی حالا درسته که قطعا کوچیک بود، حالا با دوربین بود شاید نمیتونست بزرگ بشه، ولی خیلی عکسای خوب بود. مثلا یه نمونهش عکسای وال که مجموعه دیوارای سارا جمال آبادی. خب اون همه چیه شاید نمیشه خیلی بزرگ بشه، ولی واقعا مجموعه خیلی خوب بود. مثلا حالا خودت اگه یه چند نمونه دیگه بگو. اصلا الهام گاهی وقتا حتما لازم نیستش که عکس‌ها متری چاپ بشه، گاهی وقتا واقعا همون عکسای کوچیک 10x10 یا 15x15 واقعا زیبایی دارن. خب به جای اینکه تو مثلا یه دونه عکس بزنی به دیوار، میتونی یه مجموعه 4 تایی بزنی. مثلا عکسای مریم خانساری هم که یه چند تا عکس اون هم مثل سارا جمال آبادی، یه سری عکسای این مدلی، حالا حتما دیوار نه، یه همچین چیزایی داشت خیلی خوب بود. مثلا کسایی که با ما کار کرد صمد قربانزاده بود، یعنی صمد با ما کار کرد اصلا برای ما. حالا با دوربین گوشیش کار نکرده بود، چون میدونی صمد اصلا کار فوتومونتاژ میکنه. آره، یعنی ما این چیز رو نداشته بودیم که حتما باید عکستون موبایلی باشه، ولی گفته بودیم حتما همه عکس ها در این قد چاپ میشه، یعنی بزرگتر نیست و همه یه قیمته، بر اساس اینکه یعنی حتی ما امضاهای آرتیستا رو روی عکس گفته بودیم کسی نزنه، پشت عکس بنویسین. ادیشن داشت، به خاطر اینکه هم اون کسی که میخره بر اساس اسم نیاد خرید بکنه، بر اساس اثر خرید بکن، چون میدونی که خیلی ها میان اسم رو میبینن و کار رو میخرن، ولی ببینن که کار رو دوست داشته باشن، بعد مثلا بفهمن این کار مال فلانیه. آره، و اینی که هم قیمت ها خیلی پایین بود، خیلی پایین بود، یعنی اون موقع مثلا 100 تومن و 130 تومن، 100 تومن مال قطعای مربع بود، 130 تومن مال قطع مستطیل بود. و خب یک اثر از یک آرتیست و دارای شناسنامه و امضا اون کسی که خریداری میکرد در واقع به دست می آورد. ما سعی کرده بودیم که در واقع آشتی بدیم آدما رو با عکس، به خریداری عکس با قیمت پایین، که حالا دو سری برگزار شد دیگه. الان پیج دکوفو هم هستش. من خب این مدت یه عکس همه رو گذاشتم توی پیج، مال خودم موند به خاطر مسائلی که تو این امسال میدونی داشتم و مثلا حالم دست و بالم به کار کردن نمیرفت، مال خودم دیگه دارم میذارم. ولی حالا باز با سارا یه فکرایی داریم، ولی اینی که چجوری اینها رو ارائه بدیم هنوز داریم فکر میکنیم که حالا باز خیلی دم ایده خوبیه این که عکس در دسترس خانواده بگیره به عنوان یه کالای حالا هنری، یا اینکه مثلا خیلی هم لوکس نیست و میتونین مثلا شما با یه مبلغ پایینی اینکه عکس حالا آرتیستا بره توی خونه ها، به قول تو یه تابلو فرش. یعنی واقعا من نمیدونم مثلا تابلو فرش انقدر یعنی زیبایی و نمیدونم زندگی توش هست، اینکه مثلا خب عکس بیاد جایگزین اون بشه، عکس آرتیستا اگه تو قطع و کوچیک بکنی و کارهای ایده های این چنینی باشه، خیلی به نظر من خوب میشه که کار هنرمندان بتونه توی خونه های همه باشه. حالا به قولی گفتنی الان اون پشت سر چیه؟ یه ذره نشون بده ببین. ببین اینا اون که قرمزه کار سارا ساسانیه از مجموعه زنانشه. بعد بغلی یعنی خیلیش کار خودمه، یعنی انقدر مثلا من برای نمایشگاه ها چاپ کردم، بعد اونایی که فروخته نشده آوردم مثلا زدم به در و دیوار. مثلا کار بابک هست، بابک حقی هست اونجا، اونا بقیه مال خودمه. مثلا واسه این مرم بیام شما ببینین. کار آتیه نوری هست دیگه، کار حامد جابرها هست. مجموعه داری هستی برای خودت؟ آره من خودم یه کلکسیون. حالا این یه قسمتیه که تو اتاق خودمه، من تمام دیوارای خونه عکسای بچه ها رو دارم. یه اتفاق خیلی خوبی که این دکوفو برای
ما شرکت کننده ها، حالا من و سارا که جزء برگزار کننده ها بودیم و شرکت کننده ها داشت، این بودش که آخر نمایشگاه من به همه گفتم همتون یکی یه دونه عکس به من میدین و من هم یکی یه دونه عکس به شما میدم. از کانال به گردن همه. نه یعنی تاخت زدیم با هم دیگه از عکس های خود نمایشگاه، چون ادیشن داشت. اصلا سیاست نه، حالا از سیاست اصلا بر این بوده دیگه، قرار بوده که عکس های ما حرکت کنه توی خونه های حالا مردم، توی خونه های همدیگه، روی دیوار به نمایش بره و اینکه مردم بدونن آقا عکس هم یک حالا به زبان ساده یک شیء هنری میتونه باشه و هست. آره خلاص، ولی من چون که چیز بودم زورم زیادتر بود، از بعضیا 2-3 تا عکس گرفتم، یه دونه دادم. بودی حقت بوده به نظر من. من مجموعه دارم اینجوری یک مجموعه دار حساب. عالی. ببین الهام، من میخوام که حالا چون دانشجوی تو هم هستم و کسای دیگه هم هستن، همینجا دوباره خواهش کنم برای مجموعه جدیدم اگر کسی دوست داشت که عکسشو به من بده و اجازه داد که من از عکسش کار بکنم، برای من عکس پرسونلیشو، حالا میگم چه 3x4 6x4 یا هرچی، چه عکسای مثلا حالا جوری که کنتراست داشته باشه. ببین عکس‌ها رو میخوام گرافیتی بکنم، برای اینکه برای همین عکس مونوتون به درد من نمیخوره، یه ذره با کنتراست توش باشه. اگر دوست داشتن برای من بفرستن و به من لطف میکنن که من بتونم مجموعه‌مو پیش ببرم. من امشب دوباره نمونه چیزی رو که میخوام استوری میکنم، یعنی توی پیجم استوری میکنم عکس خودم رو کار کردم که بدونن خروجیش چی میشه. بعد اینی که البته خروجیش 100% این نیست، به خاطر اینکه باید روی چیزی چاپ میشه که حتی ممکنه مخدوش هم بشه، این خیلی چهره قابل شناسایی ممکنه قابل شناسایی است. اگر کسی دوست داره برای پروژه این پروژه آخر نازلی کمک کنه، من خودم هم عکس دادم عکسمو دادم. چهره‌تون خیلی مشخص نمیشه. اگر دوست دارین توی پروژه نازلی باش همکاری کنین، عکس 3x4 اگر اون کسی که واقعا دوست نداره خیلی چهرهش دیده بشه به من یه گوشزد هم بکنه، حتما تو خروجی نهایی من اون مخدوش کردنه رو بیشتر توی کار اون من مخدوش نکنم، من مشکلی ندارم. من خودم مخدوش نمیشه. قطعا بهار اصلانی هم نمیخواد مخدوش بشه. کار اون هستش. آره ولی به من یک تذکری بدن، من حتما این کار رو میکنم و ممنون میشم که اگه عکس در اختیار من قرار بدن. عالی. نمیدونم اگر بچه‌ها کسی از دانشجوها یا هر کسی سوالی داره از نازلی، حالا یا الان میتونه بپرسه یا اینکه خودتون دیگه پیج نازلی جون هم میتونین فالو کنین و سوالات. حالا آدرس سایت نازلی رو من استوری میکنم که این کارهایی که در موردش صحبت کردیم و کار نازلی رو میتونین برین توی پیج نازلی. حتی عکس اون فوتو اینستالیشن هم اونجا هست که چیزی که نازلی صحبت کرد، گفت عکس سرباز هست. یک ویدیو زمانی که من داشتم، زمانی که داشتم اون رو اجرا می‌کردم، یه ویدیوی سریع گرفتم که بدونن، که بدون، یعنی کسی که می‌بینه بدونه که این در چه ابعادی و چه فهیمه عزیز گفته، فهیمه صالحیه، پرسونلی باشه حتما یا فقط پورتری تکی باشه؟ نه تکی باشه. پورتری یعنی مونوتون چیز نباشه دیگه، یعنی یه ذره کنتراست داشته باشه. این تفاوت حالا اون دقیقاً. نه پورتری میگم برای خانوما بهتره که یک حجاب حالا همینطوری هم داشته باشن. چی؟ نه با شما کار دارم. مرسی سهراب، مرسی. از طرف بابک و سهراب مرسی. خب چقدر سخته اینجوری کج الهام. آره معذرت میخوام، تقصیر من. بچه در مورد کار، حالا مجموعه نازلی رو میتونین برین توی سایتش ببینین، ولی اگر سوالی هم الان دارین، اون عکسا که توی گالری نگاه بود پارسال رو توضیح بدید خانم عباسپور. پنجره خونه با عکس ترکیبی. گفتم اینو، اون مجموعه مرز مبهم وجود هست که از خونه های قدیمی متروکه من عکاسی کردم و عکس
آخه مهناز عزیزم. مرسی مهناز جون. سریع بگو ما داریم تایممون تموم میشه. مجموعه رو سریع بگو. آره ببین عکسای قدیمیه که من مونتاژ کردم روی در واقع آدم هایی که مثلا میتونستن تو اون خونه ها زندگی کرده باشن و دلتنگی اون خونه در واقع از دید اون خونه ها نگاه کردم با خاطرات عکس ها. دقیقا دلتنگی خونه آدم ها باشه. مرسی ازتون.